هستش، اما یوتیوب که احتمالا دوستان بخوام بعداً ازش استفاده بکنن یا به صدا تبدیلش بکنن کوتاه‌تر بشه. خب من خیلی هم وقت ندارم، باید آماده بشم که برم سر کار. دنج الان بریم یک کتاب دومی که اینجا چیز کردیم اون رو ببینیم. این که بود؟ تمهید علم کلام. خب کتاب قبلی فارسی بود، 40 و چند دقیقه هم براش وقت داشتیم. این کتاب رو هم ببینیم. این کتاب با جلد بسیار زیبا، با نقشی که روش حکاکی شده یا نقاشی شده نمیدونم، احتمالا، و دورش هم یه حالت طلایی داشته. میبینید این دورش اطرافش یه خطکشی طلایی داشته، همون رنگ رو اینجا یه حالت خاصی بهش دادن. کتاب رو کوچیک بکنیم که بهتر دیده بشه، ببینیم چی هست. این صفحه داخلیشه، این پشت جلد هستش، یعنی درون جلد هستش. اینجا یه چیزی رساله اعتقادیه مؤلفینه حق تعالی رحمت در ایلیه، یک رساله در رابطه اعتقادات هستش، اعتقادیه، به ترکی هست و هست همین که مؤلفین حق تعالی رحمت ایلیه از اینجا فهمیده میشه. فکر میکنم هر صفحه 19 سطر داره، فکر میکنم. اینجا فتوکپی صفحه بعدی افتاده روی اینجا، صفحه اینجا خالی بوده برای نوشتن. این کتاب هم در سلیمانیه نگهداری میشه و اینجا ما با این کتاب بسیار زیبا با خطی بسیار میتونم بگم دلربا و جمله ها رو با نقطه های زیتونی رنگی جدا کرده. اینجا هم میبینیم که حاشیه ها رو خیلی زیبا، یه نقاشی زیبا با خطکشی خیلی زیبا و رنگ‌آمیزی زیبایی کار کرده. از قلم قرمز هم برای تغییر فونت و پاراگراف و سطر استفاده کرده و موضوع ها. کتاب رو داریم میبینیم، تو هر صفحه‌ای که ما داریم میبینیم 2 صفحه کتاب گذاشته شده. این کتاب در 178 صفحه نوشته شده دوستان. من این رو همینجوری ورق میزنم ببینیم که از نظر ظاهری اینا فرقی میکنه یا نه. حالا از اینجا به بعد متوجه میشیم که علاوه بر استفاده از قلم قرمز برای مشخص کردن تغییر موضوع یا آغاز پاراگراف، حالا از بر روی کلماتی هم خط قرمز میکشه تا تأکید مؤکد بکنه بر اینکه اینها مهمن یا از زبان دیگری هستن، که معمولا روی آیات این کار کرده. حالا اینجا یه چیزی ریخته روی کتاب ولی خب آسیب زیادی به کتاب نزده خوشبختانه. خب بریم وسط های کتاب ببینیم که تغییر زیادی میکنه. نه، خط همون هست، همون خط. دوباره اینجا یه غذای چیزی ریخته روی کتاب، خیلی جاها ریخته. ظاهرا این آدم شلخته بوده، صاحب کتاب هی غذا میخورده سر کتاب و خیلی زیباست، خطش خیلی زیباست. یعنی این که میگم زیباست از این جهت میگم که من این خط رو به راحتی میتونم بخونم، از این جهت زیباست برای من، وگرنه احتمالاً خط‌های از نظر خط نویسی هم زیبا باشه و اینها، من اونها رو خیلی باهاش کاری ندارم. بریم آخر کتاب رو هم ببینیم. آخر کتاب رو دوباره اون آدم شلخته اومد یه چیزی اینجا نوشت. حالا اینم اگه برسیم میخونیم ببینیم که چی هست. کتاب همونه با همون خط زیبا، یه مقدار کلمات به دل هم چپونده شده. برگردیم اول صفحه و این کتاب ترکی رو معرفی بکنیم. یک مقداری این صفحه رو بزرگش میکنیم که متن چیز خوب دیده بشه، کلمات. خب ببینید هر 2 صفحه جا میگیره. تو اینجا یه ذره کوچیک اگه بتونیم بکنیم. حالا اولش چجوری شروع میشه این کتاب؟ میگه که حمد بی حد و ثنای بی عد اول حضرت احدیت و üzerine olsun ki alemi kim ademden saliki vücuda menselek kıldı. این منسلک چی هستش؟ فکر می‌کنم عربی باشه. سالک عربیه، عدم عربیه، عالم عربیه، عربیه. من ببخشید.
kıldı ve kendinin kudreti balıgasını قدرت عربی بالغه عربی acayip صنعتی بساط کافی ترنده gösterdi ve akl gala سرادگات الوهیته عاجز و متخیر و انواع ذوالعقول معرفت ذات صفاتنده حیران و متفکردür ve salavat و طیبات و تحیات و راکیات اشرف Resul ve afzalil enbiya üzerine olsun ki oğul Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem ve dahi ila ve ashabi üzerine ki her biri muşkat millet و din ve misbah yakindirler. Yakindir. حالا اینجا دو تا ر داره، من نمیدونم که این دوررر یعنی یقین دوررر دور به معنی مثلا یه چیز گرانبها، یا اینکه یقین دورلر این اولیه رو واو بخونیم، دومیه رو مثلا ر بخونیم، اینجوری رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. اما بعد کتاب از اینجا شروع میشه. تا اینجا بیشتر عربی بود برای اینکه انگار که مثلا خدا فقط زبان عربی رو میفهمه، ولی خب این کار در نزد اون زمان نشون میداد که این آدم مسلمانه و به یک تخصصی متخصص هستش، تسلط داره و زبان اون تخصص هم عربیه، اونو نشون میده. اما بعد bu bir risale-i şerifedir ki müretteb olmuştur ve irade saliklerinin. حالا اینجا یک چیزی نوشته که قاطیه، من راستشو بخواید نتونستم سر در بیارم که اون چی هست. مرتب olmuştur راه دین، من اینجوری خوندم، راه دین saliklerinin ve tariq yakin taliplerinin iltimasları ile ehl hakkın itiqadları beyanındadır ki onlar ehl sünnet ve cemaatdirler. اسلام شیعه رو گذاشت بیرون، گفتش که این یک رساله شریفی هستش که مرتب شده درباره دین سالکان و طریق یقین طالبلر که التماس کردند که اهل حق اعتقادلری در حق درباره عقاید اعتقادات اهل حق که اهل سنت و جماعت هستند کتابی بنوشته بشه. اهل زیغ، این زیغ چی هست؟ من اینجا دوباره اومده همون رو ادامه داده، یعنی اینجا اینو نوشته بوده با یه قلم انگار سرخ، معمولا آخر کلمات همین کارو میکنن، صفحات این کارو میکنن، ولی اینجا نه. این صفحه بعد مثلا اینجا اولور، ببینیم اینجا بله اولور تکرار میکنه کلمه آخر رو، آخر صفحه بعد رو معمولا در اینجا می نویسن، در زیر صفحه می نویسن که صفحه بعد با چه کلمه‌ای شروع میشه که ذهن خواننده بریده نشه و بدونه اگر کلمه‌ای چیز شده، اگر صفحه‌ای کنده شده پیدا بکنه که صفحه بعد با این کلمه شروع میشه. این یک رمزی هست برای اینکه اگر صفحه‌ای پاره شد، قم شد، متوجه بشن که این پاره شده، قم شده. حالا ما اینجا میبینیم که برمیگردیم بالا، دوباره اهل زیغ و زلالت بطلان اعتقادداری بیاننده دور، یعنی دوام داره در بیان اعتقادات اهل حق هستش و در بیان اعتقاد اهل زیغ و زلالت. احتمالاً زیغ احتمالاً باشه، نمیدونم این زیغ به معنی چی هست. حالا به شوخی که گفتم زیغ، احتمالا اگه بریم لغتنامه این معنیشو پیدا بکنیم. آن که آنلره هم زال و هم مزلیdirler، که آنلره هم زالیدیler، هم خودشون
گمراه کننده هم گمراه شوندن. این رو من یه مفهومی دیگر شد در باب این اساتید دانشگاهی، ملاها و اینها گفتم که هم خودشون روشنفکران فارس و اینا گفتم که هم خودشون زالن، یعنی خودشون مهندس جهلن، و همین که مهندسی شده جهلن، یعنی هم ثمره مهندسی جهل هستن و هم خودشون بخشی از مهندسی جهل هستن. اینجا هم حالا دوباره اینجا بگم که دوستان اینجا جلسه 42 مهندسی جهل هستش. یادم رفتش این اول کتاب بگم، حالا اینجا خوب شد که یادم اومد و این رو بدونیم. Bu Risale-i Şerif'in تقریر مسائل lisan-ı Türki ile mestur oldu ta her kişi mutalaasında üsr çekmeyip tercüme edene dua edeler. شروع فی المقصود. تا اینجا دیگه اون کتاب که چی شد ما نوشت و هدف چی هست و چرا ترکی نوشته این رو گفتش که هدف اینه که عقاید اهل یقین رو بنویسه و عقاید اهل باطل رو بنویسه، اهل کسایی که گمراه هستن از دین اون رو بنویسه. و بعد گفتش چرا زبانش ترکی؟ به خاطر اینکه کسایی که این کتاب رو میخونن تو زحمت نیفتن، اسر چکمیوب، یعنی سختی نکشن در خوندن کتاب. معلومه که ترک ها به هیچ زبان دیگری نمیخوندن، مگه بعضی از عالم ها که خودشون هم گفتن من عربی و فارسی و ترکی رو میخوندم مثلا. حالا مقصود، حالا از اینجا این مقصود ای طالب اسرار الهی بالکل و آگاه اول بیل نه. حالا ببینید اینجا مثلا ای طالب اسرار الهی بالنل یا بالکل و من اینو بالکل میتونم بخونم، اما اینجا ولی کلمه بعدی میگه و آگاه اول، احتمالا همون به طور خلاصه یا به مجموع و آگاه باش که bu رساله şerife bir temhid mukaddeme çiz ve 2 bab bir temhid ve 2 bab ve bir خاتمه üzerine tertip olunmuştur. در یک مقدمه و 2 باب و یک خاتمه در از 4 بحث خواهد داشت، 4 فصل خواهد داشت. olunmuştur. اما تمهید علم کلامın بعضی مسائلindədir. تمهید در بیان علم کلامه. حالا ببینیم علم کلام چی هست. این خیلی مهمه که بدیم یه تعریفی از علم کلام داشته باشیم. تمهید علم کلامون بعضی مسائلی بیاننده‌دür. باب اول الهیات و سمعیات و نبوات بیاننده‌دür. باب اولش در مورد الهیات و شنیده ها و نبوات، احتمالاً یعنی نبی دیگه، از مجموعه نبی خبر آورندگان. باب ثانی اهل بدع بطلان اعتقاد بطلان اعتقادداری بیان داده. باب دوم درباره بدعت‌های بطلان هستش که احتمال میدم در مورد شیعه هم حرف بزنه. در خاتمه اهل قبلنون 73 فریقی üzere تقسیمی بیانındadır. میگه که مسلمان ها، اهل قبله یعنی مسلمان ها که به 73 فریق تقسیم شدن، تجزیه شدن به 73. اینها رو میخواد بگه که اینها چه گروه هایی هستن. تمهید ای طالب، حالا اینجا تمهید رو میگه ببینیم آیا میتونه از علم کلام یه تعریفی اینجا بکنه. من اینو خیلی دلم میخواد ببینم که تمهید ey talip hak bilmiş ol, hakkı talep edenler 2 kısmıdır. Biri müsnedlerdir, yani hakkı delille ispat ederler. پس ببینید طرفداران حق 2 دسته اند. ای طالب حق bilmiş ol, حق رو بفهم. اول حقی که چنان حقی که edenler، یعنی اون حق حقی طلب edenler، اونایی که دنبال حق هستن 2 قسمند. یه آدم مسندلر، اونهایی که با استناد صحبت میکنن.
در پی حق هستن. یعنی حق دلیل اثباتırlar، یعنی حق رو بر اساس دلیل اثبات میکنن. برخی biri dahi bir ayrı اون دومی مکاشفدür، کشف کننده هستن، یعنی حق ریاضت له و تصفیه باطن له معلوم ادیونورلر. اینها دسته دوم کسانی هستند که کاشفند. مکاشفه یه اصطلاح عرفانیه. یعنی چی؟ داره میگه مکاشفه هستن، اهل مکاشفه. یعنی چی؟ یعنی حق ریاضت. ریاضی ببینید ورزش کردنه، تمرین کردنه، سختی کشیدنه. اصلا کلمه ریاضی که ما ریاضیات میگیم اون به خاطر ورزش ذهنیه، به خاطر این اسمشو گذاشتن. ریاضی یعنی ورزش، ریاضیات یعنی ورزش ذهنی. این میگه ریاضت له، یعنی زحمت کشیدن و ورزش کردن و تصفیه باطن، داخلشون رو، روحشون رو تصفیه میکنند، پاک میکنند. میگه این هستش. Geldik imdi bu iki taife şundan hali değildir ki her şeriate tabi olalar یا olmayalar. میگه حالا اومدیم بفهمیم که این دو طایفه که گفتیم اینها درونشون خالی نیست. اینها به یه شریعتی تابع هستن یا نیستن. نمیگه کدوم شریعت. گفتیم شریعت عبارت است از، در کتاب‌های قبلی تعریف کرد که شریعت عبارت است از اعمالی که بر حسب یک دین انجام میگیره. خب امدی مسندler شریعت تابع olanına mütekellim değiller dediler. این مسندler شریعت تابع olanına متکلم دیدلر. اونایی که به شریعت تابع هستن مسندler به اون متکلم گفتن، یعنی اهل کلام دیدلر. اهل کلام دیدلر. شو معنیدن. حالا معنیش چیه؟ که مجرد riyazetlerinden kendilerine eşref olup işrak olup keşf olursa ana uyup gani oldiler tabi olmayana hükemای مشائین dediler. میگه حالا به خودشون گفتن متکلم به خودشون، چرا که میگه اینها در درون خودشون ریاضت میکنن، وقتی به خودشون اشراق پیدا بکنن، داخلشون نورانی بشه چیز و کشف بکنن اون رو، اون وقتی که به خودشون قانع میشن به همون دلایل و تابع علمیانه، به اونایی که تابع یه چنین روشی نباشن میگن مشائین. مشائین معنی لغویش این هستش راه روندگان، اما یک طریقت فلسفی و فهم هستش مشائی ها. پس یه عده اشراقی شدن. اشراقی کسایی هستن که تلاش میکنن در راه اون اعتقادشون درونشون رو خالص برای اون برگردن، هر چیزی که خارج از اون رو تصفیه بکنن. خب به خودشون هم متکلم میگن. ولی یه دسته دومی هستش که به اونها باور ندارن، میان مشائین بهشون میگن. حالا ببینید و مکاشفلرون شریعت تابع اولانه صوفیه. اگر مکاشفه بکنن و به یه شریعتی تابع بشن اسمشون صوفیه هست. ببینید داره هر کدوم رو تعریف میکنه، خیلی زیبا. dediler. Olmayana hükemای اشراقین dediler. اما اونایی که کاشفه کردن و ولی به شریعت اعتقاد ندارن به اونا اشراقی گفتن. متوجه شدیم؟ خیلی زیبا داره تعریف میکنه هر کدوم اینها رو که چی کار میکنه. bu ذکر اولونان در dört قسمدür. حالا اینا قسمدür. نیچه فرق مختلف واقع olur. حالا من میخواستم ببینم که اینجا میگه اینا 4 قسمن، دیگه شروع میکنه در مورد اونها صحبت بکنه که من نمیخوام کلام رو خیلی طولانی بکنم. geldik امده bir nesnenin خارجde vücudu ola ya olmaya. یه چیزی که یه نسنه من فکر میکنم چیز مادی هست. حالا ببینیم این چی تعریف میکنه. بذار ببینم اینجا چی میگه. نکنه من یه چیزی رو رد کردم. واقع olur.
ve Sufiyenin bazı buluki ikinci babide ve ehli kelamın cem'i buluki ve edeleri خاتمه ذکر olunsa gerektir. حالا اینها رو میگه که هم صوفیا رو هم این چیز رو 73 مذهب رو دیگه اونها رو میخواد در آخر کلام بگه inşallah Teala. Geldi ki şimdi bir nesnenin haricde vücudu olursa eğer یه چیزی در خارج وجود مادی یه چیز جسم و مادی که در خارج از ذهن ما وجود داشته باشه ببین بعضی چیزها در خارج از ذهن ما وجود داره مثل عقل میگیم مثل احساسات میگیم خشم و البته این قابل دیدن هست ولی اون چیزی که خشم اصلی داخل ذهنه حسد و اینها یا مثلا الله روح اژدهای 5 سر انسان بالدار پری دریایی که مثلا زن باشه و اینا مثلا اینا در خارج از ذهن ما وجود نداره ما ذهنمون اینها رو میسازه ولی حالا میگه اگر اوله یا علمیه اولنه موجود اگه یه چیزی که در بیرون از ذهن ما وجود داشته باشه بهش میگیم موجود مادی باشه به چیزهای مادی میگیم موجود علمیانه میگیم معدوم اگه در خارج از ذهن ما وجود نداشته باشه میگیم معدوم اما این در ذهن ما وجود داره حالا اونها بعد احتمالا میگه که معدوم دیدیler پس مذهب حق oldur ki موجود ile معدوم ارتسinde واسطه olmuyor دیگه مذهب حالا مذهب یعنی راه علمی یا راه دینی مذهب حق یعنی اون روش حق راه حقی که انتخاب میکنه اون هستش که موجود ile معدوم ارتسinde واسطه olmuyor که واسطه بین عدم و وجود نباشه داره یه تعریف های خیلی جالبی رو داره میده به نظر من این کتاب برای این که ما بتونیم عقاید فلاسفه و شیوخ و صوفیه و عرفان رو بفهمیم به نظر من باید این کتاب رو بخونیم خیلی هم چیز نیست 178 صفحه است و خیلی هم کوتاه نوشته شده میبینید که خیلی هم راحت نوشته شده میشه فهمید این موجود حق منقسم olur موجود حق منقسم olur bir موجود دقیق که آنن اولی اولا میگه موجود هم تقسیم میشه بر یک موجودی که اول داشته یعنی به وجود نیومده خودش همیشه بوده یعنی kendi yogiken sonradan ola یعنی ببخشید من مثل که اشتباه خوندم امدی موجود حق منقسم olur bir موجود دقیق که آنن اولی اولا میگه اولی اولا من فکر کردم علمیه یاز بوده یعنی یه موجودی که اول داره من در یه تاریخی متولد شدم کره زمین در یک تاریخی به وجود اومده در یک تاریخی سرد شده حالا بر اساس فرضیه ها مثلا کهکشان ما در یک تاریخی مثلا به دنیا اومده نمیدونم شیری در یک تاریخی مثلا اون مجموعه بشه حالا اینجوری میگه اول داشته باشه هر چیزی که اول داشته باشه یعنی kendi yogiken sonradan اولش نبوده اول خودش نبوده yogiken یعنی نبوده در حالی که نبوده sonradan اولا و بعداً به وجود اومده اینو بهش میگن حالا چی ببینیم و bir موجود دقیق که اولی علمیه حالا موجودی که اول نداشته موجوده یعنی در بیرون وجود داره ولی اول نداره یعنی هیچ bir وقت علمیه که علمیه یعنی هیچ زمانی نبوده وقت هیچ زمانی نبوده که اون نبوده زمان از کی آغاز میشه از وقتی که وجود پیداش بشه مثلا از وقتی که خدا بوده احتمالاً زمان بوده چون که با وجوده که زمان معنی پیدا میکنه اما میگه در رابطه با خدا زمان از حالا ببینیم اینجا چی میگه من اینها رو نخوندم این کتاب رو نخوندم من اینها رو وقتی که 17-18 سالم بود در حوزه علمیه شروع کردم بخوندن که علمیه آنا قدیم و واجب الوجود دیرler اگر یه چنین چیزی وجود داشته باشه که هیچ وقت نبوده که نبوده و همیشه بوده تا بوده اول نداره
هر چقدر بریم اول، به طرف عقب که بریم اولش برسیم نمیرسیم. از نظر عقلی هم نمیرسیم، مثلا از نظر زمانی هم نمیرسیم. میگه که به اون میگن چی؟ واجب الوجود. آنها قدیم، یا قدیم بهش میگن. ببین حالا مفاهیم قرآن، حالا قدیم رو میفهمیم دیگه. در اصطلاح اسلامی قدیم رو، در فلسفه اسلامی قدیم رو حالا میفهمیم که یعنی چی. و واجب الوجود، واجب الوجود یعنی چیزی که دیگه این وجودش واجب بوده، وگرنه چطور میتونسته همیشه وجود داشته باشه که اولم نداشته باشه. اینو به این مفهوم میگه واجب الوجود درلر، دیدیلر. و آنون که اولی اولا، اما اون که اول داشته باشه، آنه ممکن و محدث درلر و ممکن. سه تا چیز به این چیزی که اول داشته باشه، مثل من که تولدم مشخصه، مثلا انسان خلقش مشخصه، بهش چی میگن؟ میگن ممکن، محدث یا ممکن. پس حالا نه، این ممکن و با دو تا کلمه این رو مشخص میکنن، ممکن و محدث. حالا یک ممکن یعنی چی؟ اینو میگه ممکن تعریمی دخی iki qismidir. Mümkün dahi iki qismidir. Mümkün ya muhdis dو qismi. Çi? Üzerinədir. Bir qism cevher ve bir qism ərəzdürlər. یک قسم جوهر اصل و اساسه و یک قسم عرضه. عرض یعنی چی؟ عارض. از عارضه میاد. یه چیزی که مثلا بیماری عارضه بر جسم ما، مثلا کچلی عارضه بر جسم ما. خب حالا بلندی، کوچیکی، گرمی، سردی، گردی، مربعی، مستطیلی، مثلثی، نمیدونم. حالا مثلا چی؟ طبیعت زمستان داره، تابستان داره، بهار داره. اینا عارضه است، یعنی چیزایی که داره برگه چیزی میاد که هست. حالا اینی که مثلا برگ میاد، درخت میاد، بزرگ میشه و اینا ببینیم چی میگه. یکی قسم üzerinədir bir qismət cevher و bir qismə ərəz derler. اینجا با جوهر و عرض که در فلسفه اسلامی کلمات اصلی هستن باهاش آشنا میشیم. حالا نسنه رو که اون بالا متوجه شدیم چی هست، حالا اینجا با نسنه احتمالاً تنها به چیز گفته نمیشه. من اونجا که گفتم نسل وجود مادی، احتمال میدم که اشتباه کردم، برای اینکه احتمالاً به ماده گفته نمیشه، به مفهوم گفته میشه. حالا ببینیم که چی میگه. جوهر، حالا dahi iki qism üzerinədir. Bir qismə cevher ve bir qismə ərəz derler ve bu cevher ərəzdən her biri dahi neçə قسم olur. خود جوهر و عرض هم هر کدوم چند قسم میشن که دیگه ببینیم یه تعریفی از اینها بده olur. اما onların zikri bu muhtasara münasip olmadığı ecelinden zikr olunmadı. اوکی. نیومد بگه که اونا چی هستن. میگه به خاطر اینکه دیگه در این مقاله مختصر من نمیخوام برم داخل اون بگم که عرض چند قسمته و چی هستن، جوهر چند قسمته و چی هستن. نیومد اینها رو توضیح بده. مناسب olmadığı اجلدن ذکر olunmadı. اجل اینجا به معنی مرگ نیست، یعنی به جهت. اینو خیلی وقت بود که من نشنیده بودم، خیلی وقت بود در کتاب‌های قدیمی فلسفی و فکری این کلمه خیلی استفاده میشد، ولی من شاید میگم باید بدونم که مثلا حدود 40 سالی که این کلمه رو در یک متن ادبی به غیر از مرگ ندیده بودم. مسئله، حالا یه سوال میپرسه، گلدون امدی یا گلدوک امدی مفهوم وجود یعنی او معنی که لفظ وجودیدن فهم olunur. میگه حالا اومدیم به این که مفهوم وجود چی هست. وجود یعنی چه؟ یعنی معنی که لفظ وجودیدن فهم olunur nedir؟ یعنی وقتی میگیم وجود، از این کلمه چه چیزی رو درک میکنیم؟ bir صفت دور. میگه این وجود یک صفته، مثل بلندی و کوتاهی و بزرگی و لاغری و اینها. صفت دور که جمیع موجودات ما بیننده مشترک دور. این تمام اون چیزی که هستش در مورد اونها مشترکه، یعنی همشون موجودن. مشترک یعنی
به جن اگر جنی وجود داشته باشه میتونیم بگیم اونم موجوده، پری وجود داشته باشه میتونیم اونم موجوده، انسان هم موجوده، کوه موجوده، دریا موجوده، آب موجوده، هوا موجوده، هواپیما موجوده، وجود دارن اینها. وجودن فهم النور، اینا از فهم میشن از وجودشون. Bir sıfatdır ki cemi mevcudatın mabeyinde müşterektir. Zira biz şemdi bir şeyin vücudini buluruz. Zira bir şemdi bu şem'e نیستش. من اینه şemdi bir şimdi yani şimdi in ya inca bir şeyün zira biz şimdi yani الان şimdi الان bir şeyün vücudini یقین biliyoruz. میگه که ما وجود یه چیزی رو یقین میدونیم. آقا این میز هست. البته فلاسفه بعدا میگن آقا ما شک میکنیم مثلا این میز وجود داره یا نه، اصلا من وجود دارم یا نه. اگزیستانسیالیسم بر این اساسه، این که در اروپا هستش اصلا اون میگه آقا باید شک بکنیم. ما ببینید این از کجا اومد؟ در اروپا دین وقتی اومد وسط جامعه متاسفانه اجازه نداد انسان‌ها عقلشون رو به کار بگیرن و گفت نقله حدیثه و اون هر چیزی که حدیث بگه، ملا بگه، کشیش بگه، پاپ بگه، کلیسا بگه، اون حقه، بقیه حق نداری فکر بکنید. وقتی از اون دوره خارج شدن گفتن آقا هر چی کلیسا گفته هستش ما شک میکنیم، از جمله اصلا شک میکنیم که به ما گفتن که ما وجود داریم، اصلا ببینیم ما وجود داریم. اون وقتی که اگزیستنس اومد یعنی وجود به وجود تازه بحثش اون زمان شروع میشه اصلش. و خب حالا میگه که زیرا biz şimdi الان اکنون bir şeyin vücudini یقین biliyoruz. یقین الان داریم میکنیم که این زن ماست، این بچه ماست، این مادر ماست، این پدر ماست، این شوهر ماست، این میز ما، خونه ما، ماشین ما، زمین ما، باغ ما، درخت ما، میوه ما، اینهایی که ما میدونیم دیگه، شک درش نداریم الان. خب میگه این چیه؟ موجود یعنی این، وجود یعنی این. و تردد ederiz ki ol موجود واجب الوجود میدیر یا جوهر دور یا عرض میدیر. اگر وجود، حالا اینجا ببینید زبان ترکی علامت سوال نداره. علامت سوال علامت زبان ترکی می هستش، یکی از علائمش. البته چیه؟ مثلا میگه که و تردد ادروز، تردد یعنی از رد المخ، یعنی هی میریم و برمیگردیم، رفتن و برگردیم. تردد یعنی هی رفت و برگشت بکنید. ولی اینجا به معنی شکه، برای اینکه شما هی میگی که هست نیست، هست نیست، این شک در اینه دیگه، اینه این نیست، اینه نیست، اینه نیست، این شکی که در شما بجوه تردده. ادروز، حالا میگه داریم شک میکنیم، تردد میکنیم که اول موجود، او موجودی که ما میگیم، مثلا من، عینک، این کامپیوتر، این تلفنی که دست منه، شک میکنیم که آیا این واجب الوجود هست یا میدور. می یعنی سوال، واجب الوجود هست، میدور یعنی همین واجب الوجود هست، یا جوهر دور یعنی که این جوهره، یا عرض میدور، عرض میدور یعنی که این عرض هستش. بازم سوال میکنه میدور یعنی عرض میدور، آیا این عرض هستش؟ اگر وروج مشترک اول مییدی، اگر وجود، کلمه وجود در بین اینها مشترک نمی بود، قطعا تردد حاصل olmazdi، قطعا تردد حاصل olmazdi. ولی این کلمه وجود هستش. وقتی میگیم که جن هستش، روح هستش، عقل هستش، نمیدونم پری و الله و معاد هستش، میگیم اینها رو دیگه، این مشترکه، این هست، کلمه هست بین همه اینها مشترکه. olmaydı اگر نبود، مشترک نبود، قطعا تردد هم حاصل نمیشد. olmazdı. پس bir mani içindedir ki، bir mani içindir ki یعنی به خاطر یه معنی که در ذهن ما وجود داره که موجود واجب الوجود و جوهر و عرض تقسیم olundu، که موجود، اون چیزی که موجود هستن به سه تا چیز. به خاطر این ذهنی که ما داریم یه مشترک معنایی داریم،
به خاطر این ما میایم تقسیم میکنیم که یه چیزی واجب هستش، یه چیزی جوهره، یه چیزی عرضه. حالا این دیگه ادامه پیدا میکنه. این یک کتاب فلسفی در این حال هستش، در این حال که داره میگه که آقا من یک کتاب اعتقادی نوشتم اما اومده مسائل فلسفی اولیه حالا بگیم اسلامی رو اومده چیز کرده. ikinci bir بحث ماهیت له. من میخوام سریع تموم بکنم که دیگه داریم یواش یواش باید آماده بشم برم سر کار. اومده اینجا یه چیزی گفته ikinci بحث ماهیت له تقسیمی بیان داده. حالا عرض هست، جوهر هست، حالا بیاد داخل جوهر میگه ماهیت هست. این ماهیت چیه؟ دور حال یا شوندن حالی دگüldür ki خالی دگüldür ki یا حالی دگüldür ki ماهیت بسیط اوله. میگه خالی از این نیستش که حال یا شوندن حال، یعنی از این بحثایی که تا الان شده هرچی بوده که نخوندیم. این کتاب خیلی جالبیه به نظر من، خوندنش من الان اینجا بخونم دیگه ذهنمون رو چیز میکنم. کتاب بسیار جالبیه. این خلاصه زیبا و به ترکی نوشته شده برای من. خیلی البته من عربیشم اینها رو چون خوندم اینها رو میفهمم. اگه به همین عربی هم بگه اینها رو میتونم بفهمم چون من اینها رو به عربی خوندم. عربی من عربی روزانه نیست، عربی امروزی نیست، عربی قدیمیه که الان اینجا خیلی کاربرد نداره. تو روزمره و کتابای امروزی خیلی کاربرد نداره، بیشتر عربی های قدیم هستش. اون چیزی که من تو حوزه علمیه خوندم مال 800 سال 1000 سال پیشه. اینجا بحث های مختلفی رو آورده. با اجازه من برم اول صفحه 50 اینجا که حدودا میشه 100. خب 50 رو ببینید 50 چی هستش. خب اینجا 50. اینجا میگه که safiler tutmaktır. Safiler tutmaktır. İmdi bilkol ki sahabe razıyallahu minhum anhum ta'aniden dili saklamak vaciptir. Saklamak الان میگیم saklamak. در گذشته این رو احتمالاً ادبیش saklamak گذشته. حالا ما ساق میگیم، قبلا saklamak میگفتن. saklamak vaciptir یا می نوشتن. به دلیل هانچه دلیل رسول الله صلی الله علیه و سلم لا تسوبوا اصحابی لا تسوبوا احتمالاً تسوبوا اصحابی فلو این احدکم اتفق ملأ احد هما فلان ما ابلغ. بذارید ببینم بزرگش بکنم بتونم بخونم. ملأ احد نحیا احد نحیا ما ابلغ مداهدهم ولا نصیفه. یعنی بنا اصحاب benim ashabime sab etmen olacaktı. یعنی به اصحابم سب نکنید. سب توهین دوستان. اگر این حدیث درست باشه شیعیان جزو مخالفان سرسخت این حدیث هستند، برای اینکه به اصحاب رسول رو حتی زنان رسول رو اینا سب میکنن. سب توهین، تحقیر. سب etmek. Eğer bir kimse sizden ahad taği degül aldı onun nefaka ede onların ne medene yetişir ve ne نصفته و bir حدیث دقیقه. حالا من اینو کاملا متوجه نشدم چی هست. میگه اگر یکی از شما طاغی نیست، یعنی بر علیه حکومت قیام نکرده، onun altın tefekkuh onun tefekkuh ede درباره اون تفقه بکنه. تفقه به معنی فقه نیست دوستان، به معنی یک نوع تحقیقه. ede onların ne medene ya onların temeddüne yetişir.
این نمیدونم این کلمه چی هست، اینو نتونستم بخونم. میرسن و نه نصفته، بازم نمیدونم به حدیث داخل وارد، یه حدیث دیگری هم داره نقل میکنه. اینجا سخت بود دوستان، نتونستم بخونم به خاطر اینکه من با زبان ترکی متاسفانه آشناییم در حد صفره. حالا اومدیم صفحه 65 کتاب که در حدود میشه 130 ببینیم که چی گفته. از یه جایی شروع بکنیم که اول و من نطق من نطق به شیء منه فقتله افضل فی دین الله من احیاء عشره. احتمالاً این و من نطق هستش به شیء، کسی که درباره یه چیزی صحبت بکنه منه فقتله و درباره اونو از بین ببره، افضل فی دین الله من احیاء عشره. و حالا این چی بوده نمیدونم، یه چیزی گفته یعنی هر کی مثلا وجودی کلمات گبی کلمات الیه vücudi kelimat-ı gibi kelimat ile Allah'ın dinine ani öldürmek efzeldir on kimseyi diri eylemekten. اینجا بازم متوجه نشدم مفهومش یعنی چی، چون کتاب رو از اول نخوندیم وسط خوندیم ملا نیستیم دیگه. اینجا این کتاب رو باید خوند، مفهوم رو اومد و بعد رفت اونجا گفتش که چی میگه. صنف چهارم نظامیه‌دür. این چی میشه؟ آنın için ki İbrahim ibn Seyyare nizamın ashabı ve bu taifeye şeyatin mu'tezile derler. به این طایفه شیاطین، حالا ابراهیم ابن سیاره نظامن اصحابی درلر میگن، اصحاب، بعضی میگن به اصحاب بهش میگن. حالا این نظام چی میشه دوباره باید بالا رو میخوندیم تا میفهمیم نظام یعنی چی. این یک مفهومی قبلا تعریف شده ما نمیدونیم. و بو طایفه هم به همین طایفه یعنی به این شکل از انسان ها یا از نظر فکری یا از نظر دینی یا از نظر عبادی اینا şeyatin معتزله şeyatin میگن. ve bunlar dirler ki Hakkı Teala kadir decül ve bunlar dirler ki Hakkı Teala kadir degüldür şul işe ki gol o işte salah olmuyor. میگه اینها میگن که خداوند به یه چیزهای قادر نیست که گول یعنی بنده هم به اون کار چیز صلاح نباشه. میگه اینها هم قادر نیستن. اگر انسان، یه عده‌ای میگن اگر انسان توانا به انجام کاری نباشه خداوندم قادر نیست. میگه اینها معتزله به اینها گفتن شیاطین و بعضی ها به این گفتن نظام اصحابی. حالا این نظام چی بوده نمیدونم. خب حالا از این بحثم بگذاریم دیگه خیلی داره دیر میشه. بریم آخر کتاب ببینیم یه اسمی. یه کتاب خیلی ساده نوشته شده دوستان. علت این که من بعضی قسمت رو نفهمیدم علتش این بود که تعاریف رو نخونده بودم و با کتاب خیلی آشنا نشده بودم. در نتیجه از اونجا میاد. ولی خب این کتاب جزو کتاب‌های ساده نوشته شده هستش که من میتونم به راحتی بخونم. خب حالا این صفحه آخری رو این دو صفحه آخری که حدودا هستش اینجا یه 402 نوشته شده، احتمالاً سال 402 باشه که الان چقدره؟ 1406 است. بیش از 1000 ساله، 1044 ساله که این کتاب نوشته شده مثلا. به نظر من نمیتونه باشه چون این خط نمیتونه مال 1040 سال پیش باشه به نظر من. ولی خب من نظرم چیز نیست، یعنی صائب نیست، علمی نیست. خب حالا و ظلم و جور ile متصف degüldür kendi ve fiilinde kendi fiilinde ve hükmünde. حالا میگه که ظلم و جور با حالا هر چیزی هستش که قبلا گفته میگه با ظلم و جور متصف نیست. مثلا من با ظلم و جور متصف هستم یا نیستم؟ آیا ظلم میکنم، ستم میکنم یا نه؟ این
با صفت من هست یا نه. مثلا فلان کس خیلی ظالمه، این صفتشه. میگه که متصف دگلدر نیست kendi fiilinde در کارهاش و حکمنده و در حالا فکرش، حکم فرمانه ولی بر اساس فکره، و اول بعضیت ایله، اون در بعضی از کارهاش متصف اولماز با بعضیت، یعنی در بعضی از کارها حاکم عقل به کار میبره، در بعضی از کارها بدون عقل، در بعضی از کارهاش ظلمه، در بعضی از کارهاش ظالم نیست. این میگه نه، به این نه، بعضیت ایله متصف اولماز و آنا احدی یقدر و آنان احد و آنا حد یقدر، و میگه اون حدی نداره و نهایت یقدر و پایانی هم نداره براش. و آنون مخلوقاتنده زیاد و نقصان علمق واردر، میگه در مخلوقات اون میتونه زیاد باشه، مثل تولیدات دیگه، حالا کارخونه میتونه زیاد تولید بکنه، کم تولید بکنه و اینا. علمق واردر و قیامت gününde kiruzünde olmak و روح جسد gelmek haktır. حالا این میگه که در روز قیامت کیروزنده، این نمیدونم کیروزنده یعنی چی، زنده یعنی چیز، اما این کیرو یعنی چی نمیدونم. کیرو olmak احتمالاً حالا اینجا زنده بودن که به معنی زنده، میگه زنده میشه و روح و جسد ده گلمک حق دور، میگه روح در اون جسدتون، یعنی این با همین جسمتون میاید اونجا، گلمک حق هستش. و جنت ده جزا ورمک و حساب و صراط و میزان دوکلی حق دور، میگه که جزا ورمک در حالا جزا جنت و جزا ورمک و حساب و صراط اینها و میزان اینها همشون حقن و کلی حقدر. و جنت و جهنم مخلوق olmuşlardır و جنت و جهنم همه مخلوقند، یعنی موجود هستند، مخلوق شدن قبلا. و اهل جنت جنته و نار جهنمده مخلد قالورler و کسایی که اهل بهشتن در بهشت و اهل آتش در جهنم مخلدند. خلد یعنی دائمی اونجا میمونن. و جایزدür ki günahkarlardan af olunmaya، میگه جای نمیتونه بگه که حتما نمیشه، میگه جایز هستش که گناهکاران اف نشه در روز قیامت. و شفاعت علمک حق دور، اما میتونن شفاعت بکنن، نمیدونم چه مثلا پارتی بازی بکنن. و معجزه ایله رسول گندرمک حق دور، البته که با رسول اگه بخواد خداوند بفرسته باید معجزه داشته باشه، این حقه. اومدن تا محمده، آدمدن تا محمده gelince علیه السلام و اهل بیعت تحت شجره رضوانده دور، میگه که از حضرت آدم تا محمد بیاد برسه، گلینجه علیهم السلام به همشون سلام باد، و اهل بیعت کسایی که با حضرت محمد تحت شجره، حالا در این یه داستانی داره دیگه، حتما رفتن زیر یک درختی با یهودی ها یا با نصرانی ها نشستن همدیگر رو ناله بکنن، اونها اومدن با حضرت محمد بیعت کردن و ایمان آوردن، اون ملاهای اون زمان مسیحیت و یهودیت و اینها، اون تحت شجره شد. میگه اونها اهل رضوانند، رضوانده دلر، اون را در بهشتند، یعنی رضا الله بهشت چی؟ رضوان یعنی چی؟ بهشت یعنی جنت یعنی چی؟ میگه رضا الله، معنی میکنه اونجایی که رضایت خدا هست. من اینو برای اولین بار دارم میشنوم یا میخونم. و اهل بدر منافقlerden غیری و اهل بدر هم میدونی یه جنگیه که اونجا هم بودن، منافقlerden غیری و اینها غیر
اهل بدر غیر از منافقین هستن و اهل جنتtir. این اهل بدر هم اهل جنت هستن و imam hakla Resul'den sonra sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekr Siddiq'dir. İmam Hak بعد از حضرت رسول ابو بکر صدیق هستش و آندن sonra بعد از ابو بکر عمر قاروق'dur. Ömer Faruk hastش radıyallahu anh ve ondan sonra Osman'dır ve ondan sonra ve radıyallahu anh'dir ve ondan sonra Ali'dir radıyallahu anh ve bunların afzaliyeti de bu tertib üzerinedir. میگه کدوم یکی از اینها علی آیا از اونها برتره؟ میگه نه. میگه برای چی؟ برای اینکه هر کسی اول اومده اون افضل تره. در قرآن هم یه آیه هستش که هر که اول بوده اون اشرف برتره، حق با اون بیشتر هستش. اینو به اون ترتیب میگه. Bu tertip üzerinedir ve bu zikr ettiğimiz mühmeldir. احتمالاً این محمل به معنی بی معنی نیست. محمل معمولاً به معنی احتمال میدم این محمل باشه، یعنی محتمل هستش. یعنی میگه آقا من این حرفایی که زدم گفتم حقه اینا محتمله، احتمال داریم میدیم، یه فرضیه است، نظر قطعی نیست. اعتقاد بیاننده و مفصلی دلایلی لبو گروده bu yoktur. دلایل yogur. حالا اینجا ذکر olunmuştur. دلایل yugarıda ذکر olunmuştur. با دلایل درباره ذکر کردیم این اعتقاد، بیان اعتقادات رو. و bu مقاصده داخل کلامی اختصار ettik. اسمشو ننوشته، نه تاریخی گذاشته نه چیزی. اینجا یه چیزی نوشته بودن پاکش کردن، اینجا 402 گذاشتن. ایلول چی هست این تاریخ؟ اینم 4 ایلول اگر باشه. اینم استخاره رو گفته. اینجا اومده دیگه ما مسلمان هاییم، این یه بحث چیز کرده، اینم اومده گفته که من استخاره رو چجوری باید انجام بدم. خب دوستان، اینم از کتاب، اولین کتاب ترکی امروز رو در برنامه 42 مهندسی جهل خدمتتون تقدیم کردیم. به نظر من کتاب بسیار جالب و خوندنی هست، با آنکه خیلی کوتاه نوشته شده، اما مفاهیم اصلی عرفان، فلسفه و تصوف رو و حتی فقه رو در اینجا تعریف کرده. گرچه کتاب در مورد اعتقادات هستش، اینجا گفته تمهید علم کلام، ولی اینجا تمهید علم نیست. خودش میگه که در اولش گفتش که این مربوط هستش به بیان اعتقادات هستش. اعتقادات هم یعنی اول شما یه چیزی رو میپذیرید، بعد بهش اعتقاد میکنید و اون وقت دیگه درش تغییر نمیدید. مثلا به نظر من کتاب بسیار جالبیه برای آشنایی با اصول تعاریف و اصول اولیه درک فلسفه و عرفان و تصوف و حتی فقه اسلامی. روز خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم. امیدوارم که مفید بوده باشه و ما بتونیم یک روزی بتونیم کتاب‌های ترکی رو بخونیم. روزتون بخیر.